بال اونها حق داره. نگذاره همسراتان در اونجا عصبی شوند، نگذاره همسراتان در اونجا محتاج شوند، نگذاره همسراتان از سبب نرفتن شما خیانت کنند، در ناموس شما خیانت کنند. زن از 4 ماه زاید به شوهر طاقت کرده نمیتونه، باور کنید. من برای شما یک قصه از حیات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگویم. حضرت عمر وقتی که خلیفه بودن، شبها در کوچه های مدینه میگشتند. بچه های خوش رو کدام زن داره خوب گوش کنه. من میدونم بین شما ده هست کسایی که 1 ساله 2 ساله نرفته پیش عروسوش. شبها حضرت در کوچه های مدینه میگشتند، محافظ نداشتند، تلخ نداشتند مثل حاکمای امروز بارین. اونا عادل که بودن، عدالت داشتن، از کسی هراس نداشتن غیر از خدا. امروز که اینها عدالت ندارن، ظالمند، بنابراین به 50-100 تلخ نمیگردن. حضرت دستشان دیرشان بود، کوچه ها شب ساعت 1-2 شب بود میگشت. نزد یک دیوار رفت، از داخل خانه صدای یک خانم بلند شد. حضرت حیران شدن در این دل شب این خانم چی میگفته باشن؟ در رو حضرت میدونن که با اکثر مردها در جبهه بودن برای جهاد، برای خاطر همین پاسبانی میکرد حضرت امیرالمومنین عمر. رفتن نزد دریچه خانه، گوش انداختن که صدای بیت خانی یک زن بلند شد. این بیت میخوان، سرود میخوان. فقط خوشنامه نداشته ایده، ایالی به خوشنامه بودن. مضمون بیت عربی است، تو 4 مصری و فارسیش ترجمه همین است. او خانم میگفت، به خودش گناه کرده که خدایا اگر خوف تو نمی بود، اگر ترس روز قیامت نمی بود، اگر عذاب دهشتناک دوزخ نمی بود، این شب من هم مثل دیگر خانم های شوهردار در این بالای کراوات منم جنبیده می استاد. این یک جرم می‌آوردم، منم راحت و معیشت میکردم. حضرت عمر وقتی که شنید آب دیدشان جاری شد، رفت، گریهش آمد. رفتن نماز بامداد با گریه خواندن. گفتن عمر چی جبر کردی در این زنهای مسلمان با روان کردن شوهراشان به جبهه و به خط فراند؟ نماز خواندن، رفتن خانه. رسول خدا حضرت حفصه مادرمان دختر حضرت عمر است، پیش دخترشان رفتن. مثل حاکمای امروزه فرمان ندادن گیره حفصه رو پیش من بیاره، خودشان خیستن رفتن نزد دخترشان. در آمدن سلام کردن، نشستن، گفتن جان من حفصه، گفتن تو همسر هستی، تو مادر هستی، تو زن هستی، تو خانم هستی، تو به من راست گو، تو مادری همین مؤمنه هستی. به من گو که همین زن از جدایی شوهر تا چند وقت طاقت میتواند کرده، آخران این مهلت شگو. حضرت حفصه مادر من گفتن یا امیرالمومنین پدر بزرگوار، 4 ماه زن میتونه خوشه به شوهر نگه داره، این زنهای شوهردار. بعد از 4 ماه که گذشت، ماه 5م و 6م به طاقت میشه، احتمال است اینکه برای خطا رو و خیانت کند، زیرا دیگه خوش کنترل کرده نمیتونه. خلاصه عقلش دیگر نمیتواند که پیش راه شهوت و نفس گیرد، احتمال است خیانت کند. 4 ماه فهمیده زندارا غمی زناتان نکن خورید. حضرت آمدن فرمان برآوردن تمامی سردارای لشکر که کسانی که در خطای فرانت هستند همسر در خانه داشته باشند، از 4 ماه زاید اونها رو من نکنید. 4 ماه کشید گردانده به وطن روان کنید، جاشانده قوه های نو برید، برای خاطری که زنهای مسلمان به شوهراشان خیانت نکنند و بیکار نشان. بنابر کدام همسر داره شوهرای عزیز، همسراتان فراموش نکنید. لااقل شما در 10 ماهگی روید که همین 2 ماه پیش او دستت خرسند شود و با بیایید. اما 2 سال و 3 سال و 5 سال و یک خیل ناجوان مرد پیش من، یک بچه، یک خانم به پسرچی دویم میخواندگیش خطی رفت. والله قسم حانسی های گفت حضرت عایشه من این بچه مست، من شوهر کردم. گفت 40 روز 45 روز شوهرم قطعی میستاد. حرف اولش درسته، حرف دومش نادرسته. حرف اولش درسته به این معنا که کسی با اختیار خودش بدون
اتفاق با همسر و بدون عذر نباید از همسرش بیشتر از 4 ماه دور باشه. هم برای خودش خطرناکه و هم برای همسرش. لیکن ضرورت های زندگی به دست خود آدم نیست. شرایط زمان به دست خود آدم نیست.